بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ثم اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی قدر شبکه نجم تیوی، در صحبت گذشته در شرح کتاب باغ نکوکاران شرطهای توبه و بازگشت به سوی الله تعالی را گفته بودیم. امروز دوام صحبت موضوع باز همون توبه است. احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، یک چند احادیث مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم را در بابت توبه صحبت خواهیم کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم با وجود آنی که خداوند گناهان گذشته و آینده حضرت را بخشیده بود، با وجود این فضیلت رسول الله صلی الله علیه و سلم تصور میکنید در یک شبانه روز زیاده از 70 مرتبه یا 100 مرتبه پیامبر صلی الله علیه و سلم توبه میکردند و استغفر الله و اتوب الیه میگفتند. ببینید حدیثی که ابو هریره رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند: والله انی لاستغفر الله و اتوب الیه فی اليوم اکثر من 70 مره. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم به ذات الله قسم یاد میکنند، میگویند قسم به نام الله که من در یک شبانه روز زیاده از 70 مرتبه استغفر الله و اتوب الیه میگویم، یعنی توبه میکنم به سوی الله حق سبحانه و تعالی. در حدیث دیگری که اغر ابن یسار مزنی رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند: یا ایها الناس توبوا الی الله واستغفروه فانی اتوب الیه فی اليوم 100 مره. رسول الله میگویند: ای مردم، شما به سوی الله توبه کنید، زیرا من در یک شبانه روز 100 مرتبه توبه میکنم و استغفر الله میگویم. پیامبر صلی الله علیه و سلم چنانه که در آیات ها آمده است یک نمونه سرمشق بهترین برای ما و شما بودند و هر کار نیک و هر کار خیری که رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابگان و امتان خود را امر میکردند، اولین شده خود آن را عمل میکردند، اجرا میکردند. و در اینجا هم پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من در یک روز زیاده از 70 مرتبه، در یک روایت، در روایت دیگر 100 مرتبه استغفر الله و اتوب الیه میگویم. بنابراین بنده مؤمن هر لحظه باید زبان او، قلب او معطر با چی باشد؟ با یاد الله و با توبه کردن و استغفار، استغفر الله و اتوب الیه. ببینید یک کلمه بسیار سبک، کلمه آسان است، اما چقدر در نزد الله حق سبحانه و تعالی این بزرگ است. برای همین هم در حدیث دیگر از ابو حمزه انس ابن مالک رضی الله عنه خادم رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند: لله افرح بتوبه عبده من احدکم سقط على بعیره بارض وقد اضله بارض فلات. رواه البخاری. یعنی رسول الله میگویند که خداوند به توبه بنده اش چنان خوشنود میگردد، چنان خرسند میشود که این خوشنودی خداوند بیشتر است از نفری که در یک بیابان راه میگشت و با اشتر راه میگشت و اشتر خود را گم کرد و در روایت دیگر در زیر یک سایه درخت، البته اشترش را جستجو میکند، میکوبد، نمییابد و بالاخره در آخر ناامید میشود و در زیر سایه یک درخت میرد، ناامیدانه خواب میکند. وقتی از خوابش میخیزد در نزد چشمانش اشترش ایستاده است. چقدر خرسند میشود و از شدت خرسندی چنانه که در روایت آمده است میگوید: اللهم انت عبدی و انا ربک. میگوید پروردگارا تو بنده من هستی و من خدای تو هستم. البته گفتنی بود که پروردگارا تو
خداوند من هستی، پروردگار من هستی، اشتر من را من شکر میکنم که تو اشتر من را برگردانیدی و من بنده تو هستم گفتنی بود. اما از شدت خرسندی اینقدر بسیار یعنی از مرگ نجات یافت و گفت پروردگار را شکر میکنم و از شدت خرسندیش خطا کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که خداوند به توبه شما وقتی ما و شما توبه میکنیم از همین بنده دیده بیشتر خرسند میشود. وقتی انسان در حق یک انسان دیگر خطاگی میکنه، یک بار عذر خواهی میکند، دو بار عذر خواهی میکند، وقتی چند بار عذر خواهی میکند میگوید که تا کی من عذر تو را قبول میکنم. یعنی چقدر بسیار عذر خواهی کنید از یک انسان همانقدر در زیر چشم او قدر شما پایان میفراید. اما برعکس این ما و شما چقدر به نزد خداوند توبه زیاد کنیم و چقدر استغفار کنیم همانقدر قدر ما و شما در نزد خداوند بلند می شود. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم در فضیلت سید الاستغفار یکی از بهترین ذکرها و دعاهایی که در بابت استغفار و توبه روایت شده است. در فضیلت همین دعا انشاءالله این دعای میگویم. در فضیلت همین سید الاستغفار رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که کسی اگر صبح سحر سید الاستغفار را میگوید و در همان روز طول روز وفات میکند به حساب کتاب به جنت داخل جنت میشود. و کسی بیگاهی اگر سید الاستغفار را میگوید و همان شب وفات میکند داخل جنت میشود. اینقدر فضیلت استغفار در نزد خداوند بزرگ است که در سید الاستغفار رسول الله صلی الله علیه و سلم چنانه که روایت شده است فرمودند: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدك و انا على عهدك و وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علی و ابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. این دعای بهترین و این ذکر بهترین سید الاستغفار را حفظ کنیم و کوشش کنیم هر صبح و هر بیگاه ذکر کنیم. ورد زبان ما و شما همیشه توبه و استغفار باشد. و البته گفتنی هم که استغفار استغفر الله و اتوب الیه گفتن نه تنها با زبان باشد، حقیقت توبه و حقیقت استغفار زبان ما و شما پیوسته با دل ما و شما باشد. وقتی استغفر الله و اتوب الیه میگوییم یعنی از صدق دل باشد، زبان پیوسته با قلب باشد. الله حق سبحانه و تعالی استغفار و توبه ما و شما را بپذیرد و همیشه ما و شما را بازگردندگان حقیقی به سوی خودش بگرداند. الله حق سبحانه و تعالی هر خطاگی که از ما و شما صادر شده است و هر گناهی که از ما و شما صادر شده است خداوند آمرزش کند و ببخشد، زیرا اینکه الله بخشنده و مهربان است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.